دفعه اولی که این کیک رو درست کردم اصلا فکر نمی‌کردم که اینقدر خوب از آب در بیاد و درست کردنش اینقدر راحت باشه. یه بافت خیلی خوب و نرم داره و کامل نشون میده که یه کیک خونگی. برای درست کردنش اول از همه 3 تا تخم مرغ که به دمای محیط رسیدن 5 دقیقه با هم زن میزنیم که به یه بافت کرم رنگ این شکلی برسه. حالا یه لیوان شکر و یه قاشق چایخوری وانیل رو هم به موادمون اضافه میکنیم. یه دقیقه دیگه هم دوباره میزنیمش. دور ظرفمون رو پاک میکنیم یا به قول قنادا دورگیری میکنیم که کیکمون بوی تخم مرغ نگیره. حالا اینجا یه لیوان شیر یا آب و نصف لیوان روغن رو هم به موادمون اضافه میکنیم و یه دقیقه دیگه با همزن دستی میزنیم. 2 تا لیوان آرد و 2 تا قاشق چای خوری بیکینگ پودر رو هم اضافه میکنیم. اگه میخواین کیکتون شکلاتی بشه همینجا 2 تا قاشق غذاخوری پودر کاکائو هم بهش اضافه کنیم. چون که من میخواستم توی مایتابه درست بکنم، برای کف کارم یه کاغذ شیرینی‌پزی گذاشتم و اونو با روغن خوب چرب کردم. میتونین توی فرم این کیک رو درست بکنین. دیگه از اینجای کار به بعد سلیقه‌ای میشه. من موادم رو ریختم و وسطش رو با موز و گردو پر کردم. شما میتونین کشمش یا هر چیزی که دوست دارین بریزین یا اصلا میتونین کامل همونجوری درست کنین و هیچی اضافه نکنین. یکم از موادم رو نگه داشتم، پودر کاکائو بهش اضافه کردم و روش ریختم که از اون حالت سادگی در بیاد و یه خورده رنگش تغییر بکنه. وقتی که موادتون رو درست کردین کامل ریختین، 10 دقیقه قبل از گذاشتنش شعله پخش کنین روی گاز بذارین که خوب گرم بشه. حالا نیم ساعت بهش تایم میدین. من اشتباه کردم و 20 دقیقه زمان دادم. نیم ساعت بهش تایم بدین که کامل بپزه. با چوب کبریت هم تست بکنین که پخته باشه یا نه. اگر که نپخته بود دوباره بهش زمان بدین. اینم از نتیجه کار. بهتون پیشنهاد میکنم درست کنین، خیلی عالیه. امیدوارم درست کنین و خوشتون بیاد.